مهران رادپنا هستم. امروز می‌خوایم با هم دیگه استراتژی قدرتمند هافمن رو بررسی بکنیم. یه استراتژی به شدت وین ریت بالا که خیلی از تریدرهای خفن ازش استفاده میکنن. خود آقای راب هافمن در واقع یه تریدر قدر در سطح جهانیه که جوایز بین‌المللی زیادی رو هم بابت تکنیکایی که تو این بازار معرفی کرده دریافت کرده. خب قبل هر چیز باید از طریق اندیکاتورها هافمن رو سرچ کنیم تو این بخش. راب هافمن اینونتوری ریتریسمنت بار و راب هافمن اوورلی ست، این دوتا رو اد میکنیم به چارتمون. من الان چارت یک ساعته بیت کوین رو انتخاب کردم. خیلی شلوغ پلوغ شده، خیلی گیج کننده به نظر میرسه، ولی فقط کافیه که یه سری اصول کلی رو راجبش بدونیم تا راحت بتونیم ازش سیگنال بگیریم. یه سری مثلثا رو میبینین کوچولو، قرمز و سبز و اینا همون ریتریسمنت بارها هستن که نشون دهنده چی هستن؟ نشون دهنده پین بارها هستن، نشون دهنده کندل هایی هستن که بیش از 45% شادوه، یعنی تنه خیلی کمی دارن و بیشترشون اسپاک یا شادو هستش. اینو دارن، اینا رو به ما نشون میدن. حالا تو بخش بعدی که همون اوورلی ست هست، این خطوط دارن چه به ما نشون میدن. ما میریم تو تنظیمات این خطوط، اصلا یه سریشون رو غیر فعال میکنیم. مثلا فست اسپید لاین رو غیر فعال میکنیم، ترند لاین 4 رو غیر فعال میکنیم. میایم این سه تا نو ترند زون ها رو رنگشون رو یه رنگی میکنیم که به چشم میان، مشکی مثلا. اگه حالا بک‌گراند شما مشکی بود، اینا رو سفید کنیم. بزنیم رفت، اینا رو مشکی میکنیم. درست؟ این از این. ترند لاین 2 رو هم مشکی میکنیم. خب حالا چجوری سیگنال میگیریم ازش؟ نگاه کنین آقا، هر جا که خط بنفش بالای خط سبز قرار گرفت و هیچ خط دیگه بینشون نبود، یعنی بینشون خالی بود و بالاشون هم یک کندل هافمنی این شکلی تشکیل شده بود که بیش از 45%ش شادوه، تو این نقطه میبینین این بالای این بنفش اینجا دیگه اومده بالای سبز، بینشون هم هیچ خطی نیست، این کندل هم تشکیل شده. اینجا داره ما سیگنال بای میده، سیگنال لانگ به ما میده. چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم؟ نقطه ورودمون کجاست؟ چجوری؟ ببینین نقطه ورودمون دقیقا نقطه بالای این کندل هستش، بالاترین نقطه این کندل، بالاترین نقطه شادوی این کندل. که چجوری میشه؟ مثلا لانگ بخوایم بگیریم، اینجا میشه نقطه ورود ما، اینجا. ریسک به ریواردمون 1/15. استاپ لاسمون چی؟ استاپ لاسمون میاد روی خط بنفش. دقت کنین اصلا تو همون چند تا کندل بعدی تارگتش رو زده. اینجوری ما سیگنال میده. اینجوری در واقع پرافیت ما در واقع تاچ میشه تا این محدود. حالا من باز یه نقطه دیگه بخوام براتون نشون بدم. مثلا اینجا دوباره نکنین، مثلا تو این نقطه نکنین، این نقطه بنفش اینجا بالای سبز از این نقطه قرار گرفته بدون اینکه بینشون خطی باشه. درسته؟ و یک کندل اسپایکی هم اینجا تشکیل شده. نقطه ورودمون کجا میشه؟ میشه اینجا. میشه اینجا. استاپ لاسمون چی؟ دقیقاً زیر همین تو خط بنفش. تو این نقطه میشه استاپ لاسمون. ریسک به ریواردمون چی؟ تو 1.59 1.15. نکنین تارگتمون اینجا تاچ شده، اینجا به تارگت رسید. تایم فریم 1 ساعت. پس این هافمن یه همچین حالتی داره، اینجوری استاپ لاس و چیزش و تارگتش تعیین میشه. دوباره مثلا تو همینجا دوباره میشه، نکنین اینجا دوباره بنفش بالای سبزه، اینجا دوباره کندل اسپاکی تشکیل شده، دوباره همینجا میشه یه سیگنال ورود دیگه گرفت. این چی؟ یه لانگ اینجا تو بالاترین نقطه کندل اسپاکی تشکیل شده، مثلا تو این نقطه. استاپ لاس روی خط بنفش، تارگت هیت ما روی 1.15. میریم جلو، تارگت تاچ شد.
پس دقت بکنین که در واقع یه همچین کاربردی داره و اینم دقت داشته باشین که وقتی کندلا بین این خطوطن جا واسه معامله خوب نیست. خب اما حالا چجوری میشه ازش سیگنال شورت گرفت؟ خب رفقا یه نقطه پیدا کردم برای اینکه بتونیم در واقع سیگنال شورت از این اندیکاتور بگیریم. وقتی که دوباره خط بنفش و سبز، یعنی بنفش پایین سبز این بار قرار میگیره و کندل اسپایکی تشکیل میشه، مثلا اینجا تو این نقطه ورود ما میشه پایین ترین قیمت کندل اسپایکیمون. نکنین مثلا پوزیشن شورت بخوایم باز بکنیم. پس دقت بکنین هیچ خطی بین خطوط بنفش و سبز نیست و بنفش زیر سبز قرار گرفته و کندلا رفتن زیر خط بنفش. نکنین اینجا میشه ورود ما، استاپ لاس ما میشه خط بنفش تو این محدوده، تو اینجاست بنفش، اینجا میشه استاپ لاس ما. ریسک ریوارد 1.15 که میبینین که تاچ شده. درست؟ این نحوه استفاده از اندیکاتور هافمن هستش. من به شما توصیهم اینه که وقتی میخواین در واقع استفاده بکنین از این اندیکاتور، حتما کنارش اندیکاتور مکتی رو هم تاییدیه‌اش رو بگیرین و بعد وارد معامله بشین. اینجوری در واقع ریسک معامله پایین تر میاد. امیدوارم پرسود و پربرکت باشین رفقا.